ما هر دو عاشق گیاه بابا آدمیم به خاطر سایز برگ‌های بزرگش و دکوراتیو بودنش. اما چون گیاه آپارتمانی نیست، همیشه من مخالف اینم که بابا آدم بگیریم. امروز می‌خوایم بریم بازار گل یه بابا آدم بگیریم. رفتیم بازار و بین 10 بابا آدم یه گیاه متوسط انتخاب کردیم، چون می‌خواستیم با ماشین خودمون بیاریم و پشت وانت نباشه، هوا گرم بود. همونم قدش بلند بود و من مجبور شدم برای اینکه آسیب نبینه و خم نشه و نشکنه تا خونه همین شکلی بغلش کنم. بعد از چند سال مقاومت کردن و نخریدن بابا آدم بالاخره گرفتم، یه خوبشم گرفتم. قرار نیست این گیاه رو توی خاک نگه دارم، چون بابا آدم توی خونه توی خاک اذیت میشه. هیدروپونیکش میکنم، پس باید خاک رو از این ریشه ها حذف بکنم. گلدون شکستم و درآوردم گذاشتم توی یه لگن آب که این خاک ها به مرور از ریشه ها جدا بشه. خیلی کثافت کاری داشت، کل زندگیمو با گل و لجن و کرم کشوند، ولی ارزشش داشت و بالاخره تمیز شد. از گلدون سایز 22 مون استفاده کردم، به اندازه بود، راحت جا شد. پوکه های شسته شده براش ریختم، حدود 4 لیتر هم پوکه استفاده شد. حالا چرا هیدروپونیک برای بابا آدم مناسبه؟ چون این گیاه آب دوسته. وقتی توی گلدون خود آبیار کاشته بشه، خودش به اندازه وقتی که لازم داشته باشه از توی مخزن آب و کود رو میکشه و مشکل رطوبت ریشه و آبیاری نامنظم رو نخواهیم داشت. توی مخزنش کود زایشی میریزیم که ریشه های جدید مخصوص آب بده و برای روی برگاش که شوک نشه از آمینو اسید استفاده کردم. گلدون توی سایزهای مختلف، آمینو اسید، کودهای رویشی و زایشی، پوکه و هر وسیله لازم دارین میتونین بهم بگین.